شما واقعا برای اینکه پیکر یک دختر ایرانی دست عراقی ها نیفته 3 شهید دادی؟ بله. چی بود ماجراش؟ من فرمانده گردان بودم. از ستاد گردان به من خبر دادن که یک دختر ایرانی را به یک تیر آویزان کردن، باید بریم بیارمش. رفتن اونجا، سیاری خودش اقدام کننده همینه. حتی میره با پای این تیر وای میسته، یه نفر میره رو شونش، بعد میره از بالای تنابش میبره میاره پایین، میپیچونن پتو ملافه برانکات آوردن. همونجا در همون عملیات 2 نفر شهید شدن. برداشت ما چی بود؟ 2 شهید دادیم پس. بله. نسه. سومی هم هست. سومی مجروح جنگی شدیده، میاد بعدن شهید میشه. سیاری خودش اونجا فرمانده عملیاته. برداشت خودش اینه، میگه ما گفتیم یا این تومه است برای ما، یا اینکه واقعا میخوام ما را تحریک کنن که مثلا ما ناموس شما رو اینجوری کردیم. در هر صورت باید بیارمش. اگر تومه است باشه، میریم هزینه‌ش هم میدیم، ولی اینه میارمش. بعضی از من ایراد گرفتن، شما برای آوردن یک جسد 3 تا 2 تا شهید دارین. گفتم بله. 10 تا هم بود میدادم، خودم هم اگر لازم بود میرفتم. چرا؟ این صحبت یک دختر آبادان خرمشهری نیست. بله. این ناموس کشور ایرانه. بله. ملت ایرانه. چجوری من قبول کنم جسد یک دختر ایرانی اونجا بشه من بمونم؟ خب به این غیرت من اگه این کارو بکنم.